بله. بابا. بله. اشتنیم بابا. خوبیم. جانجوریم. بابا چی کار داری؟ بابا سرپنی یک قفل به شما میگم نانه من معنی هست که. بله. من مالی بسرا. با چه کاره؟ نانه. با شما یک قفل میگم که با فایده ما باشه. هر روز 50,000 بیاید. خب. با چی گپ داری؟ برفتون بسرا خاله خود. برفتون بسرا خاله خود. بسرا خاله خود که برفتون نانه. انا چه شد؟ بچه خاله میدگل انا مای امینا گفته که اگه تو پیار تو برف کنیم مادر تو برف کنیم و نمی سرا خود برفشیم انا قرار که دیگه بیاین که ما با خود تیلر میخریم یک تیلر دیگه هم کداره تیلر میخریم به روز هر پیری میگه من چون 1,80,000 روپیه پول میاره خب با درد سرخ با تو نشون داده با درد سرخ خوب با تو نشون داده بابا جو سرم میفشی سرا خرابه چی بکاره؟ بابا این سرا مال خله بخرم هر شب نولت میخرم دیگه را کجا میاری؟ آخی او داره بگه شریک شیم خود ما شریک هم نمی پولا تو را میخورم میرم برای کارخو باجه شما میخوره؟ مردم تو ساده سراخ کردم میگم باشه که این تیتار زنه پولا را از این بود کنه خلاص یک ماه باشه مشتریشو بزنیم به دردیم بود نیه مرد دیگه پا نزن خوب گپی میزنه میگی نه چی خوب گپی میزنه چی بکنه این سرا؟ یکی بخریم ما 100 لک بدی سراخو نمیفروشو از سراخو بیرون نمیشو بابا چی بکاره این سرا شما؟ ما میرسی پیار منه نمیفروشو بابا من مرد قدیمم که من نمیفهمم مردم حالا به تحت یاره سوال بشه چرا من میره دست به گل بشه؟ انا شد ماما بگه تو هم شاگردم شو نه هر کاری میکنی من سراخو نمیفروشو من دل نمیشو ما مگر مردی منم من سرا بزن خدا نکنه بابا مرده تو مرد کی میشه ما به اینجا بزن کنی؟ چرا دیگه پول؟ راست میگم مرده شما میشه اینجا بزن کنیم ما سراخو درکنم سرا بفروشی ما دل متر کنیم دل متر کنیم؟ ما که تاشون مثل گدا و ریتا به خوبه گدینی چی فایده داره؟ هیچی گدانی کار میکنی زحمت میکشی پیار بکنه بفهمم مرد قدیمم بابا شما من برو نرجمی بستو بخی 70-80 سال بال شما تیر شده ننه بابا 100 سال تیر شد من سراخو نمیشون من بگیر به دار زن بچه برو نیم بستو بیا نو من ننه بابا من بفهمانه تا من میرم بنینوی ایدگوی خوب گفته گفتد میگم ما بیا سوال میبینی چه پول ندارم برو برو چو خط بابا پول نداری؟ نه من پول کجا رو بیکار چی بگم ننه میگم غرض قرض داری چی میگم بیا چه زن برو چی میگم چی بگو ننه بابا نکنه دیگه مال یخ میکنه ننه دیگه تا من شلوغه و نکنه ننه جو خوب برو چی میگم بابا ننه بابا ما بگم سر بابا بگیم ننه بگیم دیگه تو برو ای بچه راست میگه ما هم میره خودی هم به معلوم میگل دست به کار میشه چه کار میشه من سرا نمیفروشم البته چیزی به تو وعده کرده گو چی به من ایدگل به چی وعده کرده نه بابا من سرا نمیفروشم نه افرشم میده باشم بچه هم بیکار داشتم به تعمی کجا باشم نه چی بیکار نیه برای کار بیشتریه بیکاره مثل عدی هزار بیکاره گلدانه دانه کردی مرا دیوانه کردی دل مرا بردی که یار دل خانه کرد بله نونا باسه که وقتی چند چیزی بخوردی چرا؟ ایلا من نونا با تو به قرض دادم بفهمی برای جای بود اگه بیا آمد گفتک همین تا صاحب خراب گفتک و هیچ که دیگه قرض نده همه مردم بیا پول نمیده نون میبارم مارد از چی بستنی؟ که پول؟ با هر کی یک تونی همه کی قرض میده نه نمیگفتم نه نمیگفتم برام آسای خراب گفتک به قرض نده برو لابد برو بسرم برام آسای خاطر خراب اینا به قرضم نمیده دیگه حالا بعد ما چاش لوبی کردیم ایشنیم برالم میداره چاش لوبی کردیم خدا گیره ممتر رو میزم دست پس گو منو کار تو حالا باید دست بدن این بیام دم کلگت برام اجازه کلگت خودتونی کلت گنده
همه برو همه مردم سعی کن. که از ما به قرض نبودی از هم دیکنه مله به قرض میبری من به قرض پول پیدا کن بخون کار کن ما حالا چاش لوبی داریم اینا رو بستون از من اینا چی فایده داره؟ بعد پولار باید اگه به قرض ندارم بکنی 300 دیگه با حساب شما اشتا میکنم بده دست خوب پس کن بابا من گوش نیم سخت دل شده من گوش نگی آساب خراب افتاد دیگه آساب خراب تو آساب گب ما فرض بتم عمال مگیلک به قرض افتاد بری اونا بستو بیا اصلا مرغ آساب داره حیف کمی اونا به دستانه که تو اینجا چپنگ عمق زمین کامل بیا چاش تو مردی به اینجا بس انا پیار مو بتا خونه برو برو جخ کو صاحب خونه اینجا کو بکنم جون نمی جون جخ کو کو بکنم جون نمی جون جخ کو گفتم که بابا وقت از این بیای میگه به خاک که نمیده برو بستو ماما یک بچگاه که اسم عباس باشه به دستی نون باشه ندیدیم شما با پول معلوم شما ماما مغز سر شما خرابه ماما سلام مونده نباشید ماما شما بیایم اینجا ماما این که پول نداریم با قرض بدیم ما تا 10 دقیقه دیگه مثلا برو سعی کنیم ماما ما جستنی نیم ما اسم ما چیزه اسم اولی مگیلک دیومی اسم ما میراکه اسم ما ماما جان گیلک عمودری مر گیلک میگم اپیری با شفتلک شفتلکه نه غروتک نیه اگه داریم شما ماما ولی ما تو با پرده ها علی بیا هشت درخت پرده بگیر حالا موزا پول به کسی خونه داره ماما یک زبه شکم نون چاش تا بشه نون چاش من برای نون چاش میگم شما ماما خیالم سردل خیلی داری اونو توری شدو بله ها امینه دیگه که رنگ شما مثل خلورتوری شوری رنگش زنده باشی ماما قطع بالا ما به دل شما ماما رنگ شما مثل قلورتوریش بری زرد شده ماما ایدگل یک دقیقه جوان سر بیا تا درس ما یک دقیقه بیا شعار دیگه جون سله که گوشنگی باور تو میفهمی کمال زخم معده شدم بابا چه خاله بیا چه گپ زدی استنی جان بیر خیلی از بخیری گپ زدی به خانه بگفتی گفتم پیار من فعلا مال کمک حساب نه ایدگل ما و تو فکر کو شریکیم بخیر میشه ان شاء الله نه تو سیکو تو فکر کو شریکی انال تو 60 روپیه بدی من انگار کاری میکنی به نونوایی برای نون که من 6 تا نون میخرم مثلا میارم به خونه خو که میدونم مادر پیار ما بخورم تو انگار که کمی شریک 60 روپیه خب برو گفته چه حالت بفهم چی میگی شری انگار شریک امده تو برو به پیار خو بگو که بفروشه بخیر گفتم چی گفته گفته که اتفاقا اصولا من برای دویت گپا میگشتم الان 60 روپیه داری به قرض بدی که برم نون بستو میکنم نانه و بابا گوش نه اتفاقا پول نون می نه ندارم چه نداری نه من دروغ میگم به تو ندارم دیگه سوم بخارم به کیساتو نیه سوم بخار پول نون چاشته نداری که بری نون بخوری نون وی می آورده به قرض آلمی عباس خود کله گنده خوبی آمده ماما بیا ماما جو سیالا کو پیدا که چی میگی بیا اگه اناله بده من گناه دارم گوش نیم بیا میده من مال خراب شده بیا خب من چی خدمت کنم من چه حاله بیا دادی من 60 روپیه داری جون سر ندارم پول به کیسه آخه تو میگم با چه خاله داری پس شریک چی شریک چی اون معامله کلام فرق میکنه تا این برو شریک نمیشه یار میگفت اگه پول 60 روپیه نمیده شریک نمیشه یار تو کی از این 60 روپیه خبر شده که تو باشه دیگه قال برو بگم نمیده که 60 روپیه نمیده نمیشه 100 تا پیدا میشه که خودمون شریک شه 100 آره همین از بخاطر که بچه خاله مانی از خود مانی ما تو خاک که میگم ندارم نه نمیشه خیلی میخوره
این گل لوبی میشه آدم نمک زنه مثل بغلی بخوره اشتر نمیشه بچه خیال نه داده نونوا همین عباس خود کله گنده خوب استونده از ما بفرمایید کجایی؟ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام خونده نباشه اشتنمون خوبه بخیر خیریت خاله خانواده همگی خوبم شکر تا همین ساعت که همین بینم خوب بودم الهی شکر بخشش پاید درس را وا بود دیگه بیام آدم همین دیگر مادر خوردش چون با کجا بود درس را هم بسته نکرده یکو حواس و حوصی نداره خیر باشه چی گفت قرار قراری باستین شکر از همین مسئله بگفت گیلک برای شما ماما بگفت که ها این کار رنگ نداره بابا جان ما رو مخالفت ندارد ما این کار کرده نمیتونیم ماما این به خدا فایده شما نه ما یک کار کنیم بخیر هر پیره بریم کل پول برای شما میرسه من میرسته ما کاکا این فایده ها رو هم نماییم همین کلوم به سرام آمده است نمونه را ما کرا داده نمیتونیم که لکم که بچه نیه که به عرض کنه چارت خودش ما میره برای کار خود پول پیدا کنیم ما با کجا کرا بدیم هر روزی بیاد جا کله که خود کارش کنیم ماما همین موتر اگر باشه تو به شما قول میدم که بیترین خونه به خود کرا کنیم میتونیم کرا بدیم از این خونه شما خیلی بیتر چهار پولی هم شاید به سر یک سال از این سراخ هم بیتری هم بخوب بخیرید دیگه خیر باشه حالا اگر دل شما کاکا شما به جای هم نگین که سرا میفروشن یا میفروشن پیش بچه ها نگین اگر دیدله که بچه خاله شما نخوش داریم دوست داریم این راه برای نشون ندیم این عقل بودی نداره این کله پختی هم باشه میده خلاص ما مگر در به در گور به گور بگردیم سرام به ما پیدا نشه حالا میفهمی سرا کرایی چقدر سخت شده برای من نفر خیلی دیگه گفتم شما از خود مانی باشه اول به شما بگم خیر بینیم خونه شما خود ما شریک شد خیر بینیم خونه شما با تامین میرونید بکنیم لکه ما این کار کردن پس میرم مده کار امر برای من نیه تو خود کاش که میدیدم خیر باشه بله تعامل مادر بچه ها بیری شدن حالی میبینی که در سرار بسته نکرده نمیگه ما همین زندگی میرم ما میامد خودی من رو شیار میکردم باید کنید یک سال بره مسافرت کنه فکر رویش همه باشه خیر باشه خاله مینا سلام بگیم دیگه بچهش باشه خدا حافظ کنم پیار خوینا سلام بدید سلامت باشیم و علیکم سلام یه همیشته که پا ما یاد میدم همیشته کرا ما یاد میدم این بچه را مگر بیرا کنم ما بیزار از این فایده های نماییم بابا کجیری؟ آلالا کجا بودی؟ ها؟ تاکوچه کارو بیکری دیگه چه کار کنی؟ مستوشو از این جیبه اون جیبش خوبه دیگه چای میبودم کتونو چای داده بده نه لالا چای مام چه کنم ولی انرژی خوردم نمام چای خوب شما چی کار میکنید لالا؟ هیچی من بیام آدم یک 10 دقیقه میشیم اینجا پیاده چای بده کنیم خوب کاری کردی لالا ها این گل دیدم این گل همسایه؟ امیته و تاکوچه امیته میرفتم خودی من سر خورد به 6 دقیقه امیته اختلاط کرد گفت قراره که دیگه جیب یعنی ما کمیت متر تیره داشتیم خدا رو شکر میچلیدن خوب بود یعنی بخیر نیت داریم که یک موتر دیگه هم بخریم یعنی ما برای یک شریکی میگردیم که مثلا یک کل پیدا کنیم بیای خودی ما شریک شه پولا ما کم و یک موتر دیگه هم اطلاعی بخریم برای نبی کابل، قندار، مزار، جلال‌آباد یعنی اینا کار کنیم یعنی گفت یک شریکی هم مثلا که خودی ما شریک شه رو هم خودی خود میبرم و به می راه میارم یک کب من نمیشه گفتم لالا چه کنیم اگه میفهمیم رو رقم داره قراری که ده بگیریم از زمین که قراری که ده یک دو چری بفروشیم قراری که ده ما خودی همین گل شریکیم گردن ما بند باشه لالا نون ما روغن میشه اش میکنیم
شما چی میگیم اونا برادم اونا عمر خود موتر داشتن به سر سر موتر میفهمم با شما به می زمینداری اینا مثلا میفهمیم اونا هم با موتر میفهمم ما چی میفهمیم با موتر تلا برادم کدوم اما شما کاری رزمتر شکم مادر خود یاد گرفتید خب مجبوریم برای بریم که یاد گیریم حبیت که از اون خورتکی ما یاد نگرفتیم خوش برای کار آدم برای کار به دست کنم آدم با کار میفهم ما می زمینا خور بکاریم بس ما موتر داریم ما این چه کار کنیم این جنجال با بیخان خوب اندازیم حتما گفتم دل خدا به سعی کنی لالا خب باز تو گفت با خوبی بگفتی باشه من خدا بابا سعی کنم اعصاب آروم باشه خدا اینا مسئولیت کنم سعی کنم چی میگم این تا خون نمیشه که مثلا معظم رو بابا بگم سعی کنم چی میگم بابا میفروشم تا دل اینا چی هسته دل خوش سعی کنیم لالا چی میفهم خب فکر هستم